بازی کنیم و زندگی خودمون رو انجام بدیم. اول چوب بزنیم، وسایل اولیه رو بسازیم و بریم گشت و گذار کنیم ویلیجی و اونا رو پیدا کنیم. خب بریم چوبا رو تبدیل به اسلپ میکنیم و کرافتینگ تیبل و استیک بریم پایین تا سنگ پیدا کنیم. زغال پیدا کردیم. بابا خیلی اینجا سندستون چیکار میکنه؟ خدا اینجا سندستون چیکار میکنه؟ تا بسمونه. این از 17 تا. بعدم با پیککس سنگی بیایم اینها حالا رو میکنیم. این زغالا رو میکنیم. ببخشید. خب بریم بالا. خب بریم بالا. وسایل اولیه رو بسازیم و زغالا رو بکنیم و بریم. خب یه فرنیس هم بذارید بسازم. این از فرنیس. این استیکو نمیخوایم. این رسو نمیخوایم. پیککس هم نمیخوایم. و اینو میذاریم اینجا. اینو میذاریم اینجا. خب بریم زغالا رو بکنیم و بیایم بالا. و دیگه بریم دنبال ویلیج. زغالا رو بذاریم کنم. به زیادم هستن. برای سوخت نیازمون میشه. خب چند تا شد؟ 14 تا. هنوز کلا 17 تا. خب بریم بالا دیگه کارمون تموم میشه. این از این. خب این هم نمیخواد. کرافتینگ تیبل رو بکن و بریم. نه تو بیا اینجا. خب بریم گشت برا. کدوم بر بریم؟ گوسفند اون بر هست. بریم. اینا هم لازم میشه بکنیم. حالا عجیبه میکنیم. اینا بکنیم. چقدر زیادم هستن. تا حالا یه جا این همه دیده بودید شما؟ اینا رو میکنیم و میریم. چقدر کار داریم. خب بریم بالا غذا جور کنیم. خوب گذاری بکشم. ای بابا هیچ ضربه‌ای بهش نمیخواد. خب بریم دنبال گوسفند. اینم گوسفند. یه دونه هست. بیشتر نیست. دور برم. مرغ نمیخوام. اصلا من به گوشت مرغ نمیخورم. سیب دار؟ آره سیب دار. اینجا سنگ لاوا نیست. این پایین سنگ هست. اون بر یکم درخت نیست. شاید ویلیج باشه. پس میریم اون سمتی. چقدر لگ میکنه باز یه وقتایی. خب این هم گوسفند بعدیمون. یه دونه دیگه میخواد. فقط یه دونه. خب بریم شنا کنیم. گاو اون بر هست.
شاید آره گیاه ها ندیدم تا حالا. برو کشیم و بریم. خب برو بریم. ویلیج هاجی ویلیج بریم اونجا. عجب اسپانی. البته یکم دور بود ولی خب دیگه اشکالی نداره. خودمون پیدا کردیم خام نمیخوریم. بریم ویلیج یه دونه تخت غذا اونجا هست پس اینا رو نمیخوام. الکی هم حیوانات رو کشتیم. پشمام نمیخوام آقا. اینو از باش. خب بریم اینا رو بکنیم و تبدیل به غذاشون کنیم. غذا داره میاد پایین. از اون بلک اسمیتایی که یکم بدی نیست. بله یکم از حالت عادی بدتره. خب به آنجا لوت کنیم بدونیم چی توشه. اوه حاجی زیرا چرمی. اینم از این فول چرمی شدیم. وای فول نشدیم البته کلاه میخوایم اما از درست نمی کنیم. خب اینا رو غذا کنیم و بریم خونه هاشون رو لوت کنیم. بده کلا ببینیم چند تا میتونیم درست کنیم. اینم از این. اینو بذاریم اینجا که رفتیم بکن. بریم یه دونه دیگه. بله این کلاه توش باشه آجی. یس کلاه داره. اینم از این زره های چرمی. اینجا باید سیب و سیب زمینی داشته باشه. اصلا چست نداره. چه برسه به اینکه سیب و سیب زمینی توش باشه. آرنگونه رو بکشیم آراج. نگاه کنید 3 بالا میایم بالا. بیا باید یکم دور زمین. میایم کنارش 3 تا بزن خوش نمیخوره آقا همینجوری میزن. چند تا داد؟ 4 تا. خوب گشتمونم از یکم غذا. تخت نکندم آجی. یادم رفت کلا. حاجی یه دونه دیگه هم هست. وای باورم البته زیرا چرمی داشته باشه دیگه به کارم نمیاد. بله فقط نون یکم داره که این خوبه خود. بریم یه تختم بکنیم و دیگه بریم. نمیدونم این نبود نرفتم لوتش کنم. وای این کیسه لازم میشه. این کیسه مثلا وسایل زیاد داشتم میندازم توش. خب اینا شاید چیه؟ اینا به کارم نمیاد زیاد. نه آقا نمیاد. خب تخت زود یادم میره. من نمیدونم چرا. زود یه چیز دیگه میبینم یادم میره. بعدم شبم میشه زامبی ها میان هممونو پاره میکنه. ویلیجر هم پاره میکنه. خب آجی یه دقیقه برم تو تنظیمات مشخصات رو ننوشته. انگار تو اینجا بود. ماشتا میان تو قسمت گیم. این نبود.
نه این نبود. اشکالی ندارم، میرم خاموشش میکنم و بذار بخوابیم شبا. همینجور خندم عجب سرپایی بلیم. بریم خاموشش کنیم. نمیدونم یه جونه بود. کدوم بود خدای من یادم اصلا نمیاد. اما ولش کن. همینجور خودمون. خب کدوم بریم؟ این بریم. خب بریم اون بر شاید چیز دیگه هم پیدا کرده. گوسفند الان نمیخوام. تختمونم رنگی نکنیم، قرمز میکنیم. قرمز نه این خیلی خوشگله. این همون قرمز رو میکنیم بهتر. اینو بندازیم. این وسایل رو بندازیم. آهن از کجا پیدا کردم؟ آرنگولو رو کشتم. خب اینا رو میندازیم توش. بعد خب بریم کدوم بر گاو بکشیم. نه دیگه زره ها چرمی ساختیم. وسایل هم سنگی داریم. دیگه چی میخوام؟ خب بچه خداحافظ تا پارت بعدی زود میذارم و توی اون پارت بقیه‌شو میدیم. خداحافظ تا ویدیو بعد.